سلام بچه‌ها، خوش اومدین به کانال من. و بچه‌ها این دفعه میخوام براتون نحوه درست کردن تیر پرت کنم بهتون نحوه درست کردنش رو بگم. بچه‌ها من این کانال رو تازه زدم و منو حتما فالو، لایک و ساب کنید و منم سعی میکنم که تو یوتیوب بیشتر فعالیت کنم. بچه‌ها اول به این چیزا لازم داریم. بعد بچه‌ها اول میایم اینو بر میداریم، بعد تو اینجا یه دونه اینجا میذاریم، بعد اینو بر میداریم اینجا دوتا اینجا، پس یه دونه اینجا یه دونه اینجا. خب یه دونه اینجا میذاریم، بعد این رو میذاریم اینجا، یه دونه رو سرش میذاریم این روشن بشه، بعد یه دونه از اینا میذاریم بازم، بعد این کلید رو میزنیم، بعد میریم اینجا جلوشون اینا رو میزنیم. از این تیرا یکی دوتا میذاریم توش. بزنیم یه دونه تیرم بردارم و یه دونه به اینم میذاریم. خب بچه الان این آماده است تیر پرت کنمون. وقتی ما اینو بزنیم میبینید بچه قشنگ تیر میده، قشنگ تیر میزنه. بچه‌ها و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و خدا حافظ.